سلام علیکم تماشابینان محترم، بینندگان گرامی. امروز ما در ناحیه فیض‌آباد یکی از متخصصان پیش قدم کمیته به خطر آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیروف بهروز در دهه گمبلاق ناحیه فیض‌آباد مهرآباد جماعت مهرآباد قرار داریم. باردارکنی صنعی میگذرونیم. امروز نه باچکه ازاتی ما می باشد، نه متخصصی ما است. این طرز تیار کردن سپرم که ما باید در نطفه که باید تیار کنیم در درون باچکه ازادمون هسته. این شپیستا و کاتترا و دارووری که هسته تیار میکنیم. از با هر یک تیار کردنش از متخصص سوال میکنیم، برای شما پیشکش میکنیم. این کاسچه که میبینین آبی حرارتی از 36 تا 38 گرادوس است. باز با گرادوس دیگه میمونیم تا که همون نطفه را ما به همین حرارتی تا 38 گرادوس مطابق کنیم برای در مدکه ودید کردن بچه دان ودید کردن نطفه. میبینیم از این گرادوس نیکو چند گرادوس میشه. این تماشابینان محترم طرز گرفتن نطفه را از درون باچکه ازاد در بارگونه. چند نمود سپرما هسته؟ 3 نمود. کدام زوتو؟ سیاه‌آلوی گولشتین هستای، سرخ‌آلوی سیمنتال هستای، بعد شویц هستای. швейцарский порода? Карпата. نطفه که ما در سیترات ناتری اجویش کردیم. سیترات ناتری اجویه میکنیم تا حرارتی 38 گرادوس. هر کسی که خواهشمنده که زوتای خوب بگیره به خاطر همون نفرایی که چارو دارن، چارو پرورن، نمرای تلفن در پروفیل یوتیوبی ما هسته، زنگ بزنن با طریق تلفن میفهمونیم چی کار کردن کو چی خیلی کردن. نه نطفه ما در کاتتر میگیریم. ویدیو آینده که نصیب شما خود می‌بریم.
اینو بردار این گوایی که ما اسمینه نمیکنیم. یک